کلیپ الان تو اکسپلور دیدم میگه کدوم کشور رایگانم بگم برو نمیری، بعد اکثرا برگشتن گفتن افغانستان. ریدیم بابا، خداتونم باشه. اولا بخوای بری باید ویزا $100 بدی ویزا بگیری، یه هفته بعد ویزاش بیاد، بعد تازه بتونی یه ماه بمونی تو افغانستان. یعنی چی؟ خدات هم باشه بخوای بری اونجا نه اینترنت فیلتر داره نه چیزی، بهترین ماشینا رو سوار شی، بهترین غذاها رو بخوری، با قیمت مناسب زندگی کنی، مردم اونقدر خفن. فازتون چیه؟ مثلا فکر کنید مثلا اونجا شما اصلا راه میدن خیلی‌ها رو، همون به قول ویزا به این راحتی براتون صادر میشه و همه ایرانیم. این اصلا خیلی این حرکت شوخی بود، این حرف از دهن خیلی‌ها شنیدم. داغونم مثلا افغانستان مجانی، هم منتظر باشه بهت مجانی داد بدن. نه با این داستانام نیست. همه یه چی دوستان افغانستانی هم که اکثرا میان ایران به خاطر اینکه برن ترکیه یا برن کانادا یا برن آمریکا، این نیست مقصد اصلیشون اینجا نیست. باز همچین فازی نشته باشید، چون ما انسان‌ها اینقدر نسبت به همدیگه نامرد شدیم، همدیگه رو